السلام علیکم دوستان گرامی. باز ما با شما در کانال تلویزیونی یوتیوب کانال یوتیوبی پیمون تیوی قرار داریم و از سبب اونه که امروز روز استراحت است و بعضی از گروه ایجادی ما شرکت نداشتن، مجبور بودم خودم این ویدیو رو با بعضی گروه پست کنم، برای همین کمی بند بودم. خب امروز ما با شما صحبت خواهیم داشت از ابتدا اون سر و صداهایی که در مورد پخش شدن یک ویدیویی که در آنجا کشتار دهشت افکنانه یک مهاجر مهنتی که اون قاتلان او را تاجیک می نامند و تحقیر نسبت ملت تاجیک دارند و خیلی سر و صداها به بار آورده است و واقعا خیلی مؤثر است و مردم خیلی عصبانی شده است و حق هم دارند. لیکن امروز ما در این موضوع کمتر صحبت میکنیم چون هنوز دقیق نشده است که این ویدیو کی و در کجا، این واقعه در کجا، البته که این صحنه سازی شدگی نیست، البته که اون نفرانی که میگن که این پرووکاسیون از طرف کدام گروه های سیوم است که بین تاجیک و روس یک نفاق اندازند، البته که این هم از حقیقت درست نیست، این واقعیت است. ولی کی این بوده است؟ شاید یک سال پیش، شاید یک روز پیش، و چون همین همه معلومات دقیق نیست، پیمان ملی تاجیکستان هنوز موقعگیری رسمی، ما پیگیری داریم، موقعگیری رسمی نداریم، ولی هر یک عضو پیمان ملی تاجیکستان همچون هر یک شهروند قطاری تاجیکستان کردم شهروند تاجیکی نباشد و گمان کنم که تمام شهروندان آسیای مرکزی، دولت های آسیای مرکزی خیلی عصبانی شدگی هستند در مورد این نوار و حق هم دارند. لیکن روز دوشنبه باز ما با شما خواهیم بود در همین کانال و اگر معلومات دیگری دسترس شد ما موقعگیری رسمی پیمان ملی رو، موقعی رسمی پیمان ملی رو با شما بررسی خواهیم کرد. ولی امروز بعضی اندیشه ها رو در مورد این و دیگر واقعهایی که در تاجیکستان بیهوده نام موضوع ما وطن و ایران ازیار است یا اغیار یا هر دو نیست، چون امروز اکثریت جوانان ما از اکثریت فعالان شبکه های اجتماعی هجوم به ملت روس دارند، هجوم به مقامات روس دارند. در اصل ما باید دانیم که گناهکار اصلی این کی است؟ یعنی ما آیا گناهکار اصلی رو در بیرون کابیم یا در داخل دولت خودمان کابیم که سببگاری چنین پست زدن شأن و شرف شهروندان تاجیکستان در تمام عالم گشته است و بنده برانم که مقصر اصلی چنین وضع حقوقی تاجیکان محض خود مقامات تاجیک است. و امروز روزنامه نگار ورزیده
تاجیک رجب میرزا در گروه اخبار برای افکار سوال به میان گذاشته است که سوال نه، همین گپ همان ملتگرایان روس را آورده است که اگر در خانت می نشستی این روز به سرت نمی آمد. خب ویا گفتند و همه بنده چی گفتنیم. خب وی و دیگر میلیون ها مهاجر تاجیک دیگر مجبور به ترک خانه شدند و بسیار وقت روس ها و دیگر برادران حتی تاجیک ما را ابدار میکنند که خب اگر به شما روسیه معقول نباشد در خانهتون شینید. لیکن من گفتنیم های در خانه خود ما از این تحقیرتر نمیشویم و بنده طول چند روز است که در پیگیری پرونده اون دو افسر پلیس که یک جوان تاجیک امید حکایتوف را که زاده بدخشان است ضرر سخت جسمانی رساندن با شکنجه کردنش و امروز درک پیدا میکنیم که وزارت کارهای داخلی نسبت این شهروند به ضمن اون که لطوکوب شده است پرونده باز کردند و او را به دزدی متهم میکنند و شاید که اونجا گفته می شود که وی پیشتر هم به جوابگری کشیده شده بوده است گویا که با مواد مخدر و با کم کدام گناه دیگره وی به جوابگری کشیده شده است. خب مقصد در چی است؟ مقصد در آن است که افکار عموم را شکل دهند که این آدم ارزش چنین شکنجه را داشت، یعنی از شکنجه اونا منکر نیستند و گفتنی هستند که این جوان که یک وقتا یگان گناه کرده بود و برای اون گناه جزاش هم گرفته بود و این ارزش همین شکنجه رو دارد و در اون قتل و کشتارهایی که در زندان ها هم اینا انجام میتین به مردم گفتنی هستند که این مردم حق زندگی کردن رو ندارن و این امید حکایتوف هم حق این افسران که بعداً به مقام بلندتر را صاحب شدن هم حق داشتن که این بچه را برای اون که شهرداری دوشنبه در داخل شهر حاجتخانه های جمعیتی ندارد به خاطر همین و یا حق داشتن که این بچه جوان را آینده این بچه جوان را سوزانند و امروز باور کنید برای او بچه در زندان ششتن به یک عمره خوب او خرسندتر به این میشود از آن که در آزادی باشد و با همین تحقیر شدنش و این بار اول نیست که خیلی که حاضر تمام تاجیکان بلکه تمام شهروندان اسیای مرکزی و شاید بدبینیشون نسبت ملت روس زیادتر شده ایستاده است. عیناً همین واقعه با همین برخوردی که نسبت این جوان کرده است وزارت کارهای داخلی در تاجیکستان بدخشانی ها را نسبت کل تاجیکان همین خیلی بدبینی کرده است و وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی، حکومت تاجیکستان، حکومت مرکز طول سال آخر عموما بلکه طول 5 سال آخر یا بیشتر پیگیرانه بدخشان را یک چچنستان تاجیکستان کردن دارند. خود قضاوت کنید طول 1 سال آخر بعد اعلان رحمانوف که در خاروخ ترتیبات را جاری کردن در کار است
وزارت کارهای داخلی با کارمندان غیر زاده بدخشان در بدخشان، پستگاه ها در هر قدم مونده، همچون لشکری که یک ملک بیگانه رو غصب کرده است. یعنی در عصرهای پیش یا در سال 41 که فرض کردیم فاشیستان دولت ها رو می گرفتند و در آنجا رژیمی یعنی اجنبیانه خود را جاری می کردند. امروز جنرال گوبرناتور بدخشان بوزماقوف همین کار رو کردن دارد و همین مناسبت نسبت همین جوان باز هم اگر در شبکه‌های اجتماعی سرخلانید، اونجا بسیار متاسفانه زادگان بدخشان، جوانان بدخشان بسیار گپ‌های ضد تاجیکانه میگویند که امروز تاجیکان ضد روسی ها میگویند. بیاید حاضر روس ها را یک به یک حالشان مانیم، بیاید بینیم این قضیه کی بود است و چه خیل به تفتیشات روسیه اول مانیم اونا را به حال خود. بیاید به تاجیکستان برگردیم، بیاید در تاجیکستان برای خود یک وای در روسیه بود یک وقتو لیتسا کافکاز که ناسیونال نستی چهره های ملت کافکاز. ما در تاجیکستان چهره های ملت پامی را پیدا نکنه، شبکه ها را پیگیری کنه، با اون برخورده که شما طول این چند با اون حساباتی که بوزماقوف در برای خلع سلاح بدخشانی ها کرده است، او خلع سلاح لشکر چی نکرده است چی در طول 9 ماه بود و باشش در بدخشان. این بدنام کنی مردم بدخشان. 5 سال پیش در مرکز شهر یک لعنتی نظاموف به نام سردار ریاست کارهای داخلی ولایت در مرکز شهر چقدر جوانان رو به قتل رساند و ویدیوی آن هم نشر شد که کی عیبدار اساسی است. و بعد 1 ماه از طرف اول او را گویا عیبدار کردند و از بدخشان از سرداری ریاست او را گرفتند و بعد 1 ماه از دستی رحمانوف او ستاره نوبتی غیر نوبتی و با وظیفه بلندتر در وزارت کارهای داخلی تعیین شد و امروز هم در این وزارت کار دارد. یعنی رحمانوف او را برای محض قتل و کشتارش در شهر خروخ او را مکافاتانید. امروز به خاطر همین مناسبت، همین تغییر مردم بدخشان که در طول 1 سال اخیر و تا به امروز ادامه دارد، باز رحمانوف با اردندهی به زادگان بدخشان حق و ناحق اردن و دیگر مکافات ها دادن. زبان بدخشانی ها یعنی بدخشانی ها و از یک طرف کلتک و از یک طرف به گفت روس ها شکر و با همین نشان دادنی است که او نسبت این مردم یگان بدبینی ندارد. خب من شخصا با وزیر کارهای داخلی با رئیس کمیته امنیت ملی وعده میدم که در این کنفرانس در پیش استاده ورشاوه همین مسئله شکنجه شدن امید حکایتوف رو در سطح بلندترین میبردارم و شما مجبور میشوید و دلیگاسیون تاجیکستان مجبور میشود به همین سوال پاسخ دهد، چون برای آنکه اون افسران شما به جوابگری کشیده نشوند شما امروز نسبت این جوانی که زندگیش رو سوزاندید باز پرونده باز کرده اید و او امروز
قریب که شاید در دست شما باشد که از او امروز درک نیست. و با تمام اون فعالان شبکه‌های اجتماعی مراجعت امین است. اون چیزی که اون تحقیری که نسبت این ملت در روسیه میبینیم، در دیگر جاها میبینیم، اون از کجا سر منشأ میگیرد؟ ابتدا از باغچه بچگانه ما شروع می شود. در آن جایی که تمام غیرت ما را میکشند، شروع میکنند از باغچه بچگی غیرت ما رو کشتن. اون شیرخوانی و اون مدحیه سرایی که از باغچه بچگان شروع می شود، به مکتب می آید، به مکتب عالی می آید و جوان تاجیک دیگر نمود برخورد نسبت خود را ندیده است. او حق میدهد به همون نفری که پوشاک نظامی، لباس نظامی دارد، حتی او نماینده وزارت فوق‌العاده باشد، دیگر کدام نباشد، همون لباس نظامی داشته باشد، او همیشه حق باید باشد نسبت شهروند و او حق دارد در کجای باشد از شهروند کدام تحقیری رو باشد او اجازت دارد. و این شهروند تاجیکستان، باور کنید این شهروند تاجیکستان حتی به اروپا اومده، در آزادترین دولت‌های اروپا در ماه‌های اول عیناً همین خیل چی دارد، شکسته است، همین خیل تحقیر شده است. همیشه انتظار است که او را کس یگان نظامی، یگان پلیس، یگان کسی نسبت او یگان چاره جستجو میکنند، یگان چاره بینی میکنند. یعنی در ماه‌های اول شهروند تاجیک که از تاجیکستان برآمده است در تمام دولت ها و با هراس در کوچه میگردد. و در روسیه که همیشه مقامات روسیه، همیشه سیاستمداران روسیه، همیشه روزنامه‌نگاران روسیه تلقین بدبینی نسبت محض این مردم دارند. البته که مردمانی که از باغچه بچگان شروع کرده تا کلانسالی، تا معلم مکتب، تا طبیبان طبابتخانه و تمام اونهایی که از بودجه 2 سوم میگیرن، اونها تا به نفقه برآمدنشان تا مردنشان زیر تحقیر و زیر تعقیب و فشارند. و چونین شهروندان البته که حمایه از شان و شرف خود را در مقابل یگان کس از شان و شرف خود دفاع کردن نمیتونند و همیشه اونا در هراسند و همیشه اونا با چنین برخورد در ملک بیگانه روبرو میشوند. چرا با شهروندان قرقیزستان چنین نیست؟ چرا با یگان در روسیه با شهروندان یگان ملت دیگر چنین برخورد نیست بجز با تاجیکان؟ از همین خاطر احترامانه خواهش میکنم از فعالان جامعه شهروندی، از فعالان شبکه‌های اجتماعی که نشانه خود را درست درک کنید. نشانه کدام جا است؟ خب تشکر از دقتتان. باز به خاطرت میارم که روز دوشنبه ساعت 12 با وقت اروپا و ساعت 3 با وقت دوشنبه ما با شما خواهیم بود و بعد از به دست آوردن معلومات بیشتری نسبت واقع و خیری که به وقوع پیوست و عموما نسبت تمام بدبختی هایی که سر این ملت محض حاکمیت
به لیاقت این ملت آورده دارد صحبت خواهیم داشت. تشکر از دقتتان. خدا یار و مددگار همه شما باشد.